سورة الشرح، سوره شرح. بسم الله. گفتن نامگذاری شده از سوره شرح توقیفی است، یعنی با دلیل کتاب و سنت ثابت شدگی است. جهت نامگذاری این سوره و سوره شرح که الم نشرح لک صدرک، ای پیامبر آیا سینه‌ات را برای تو گشوده نکردیم، به سوی حق ذکر میشد. از برای این سوره شرح نامگذاری شد. و همچنین سوره الم نشرح هم گفته می شود. اجتهادی است. میگه اجتهادی نه، علما همین گونه گفتگی هستند. الم نشرح میگن، سوره الم نشرح بخوان گفته میگوییم. چون با این آیت آغاز شده است. عدد آیات های این سوره از 8 آیت عبارت است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن این سوره 12ام سوره است و در قرآن 94م است. و این آیه مبارکه بیان مکانت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در نزد پروردگارش یادآور می شود. بیان مکانت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را. و مقصد این سوره مبارکه منت گذاشتن الله سبحانه و تعالی با اتمام این نعمتش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر آن واجباتی که بر او نعمت فرمودند. و غرضهای این سوره باشد، این سوره مبارکه چون گفتیم مکانت رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر یادآوری می‌نماید. مقام او را، مقام بلند او را در نزد الله سبحانه و تعالی و در برگیرنده نعمت الله سبحانه و تعالی، نعمت‌های گوناگونش بر بنده اش و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم، از آن نعمت‌ها کشایش قلب او بر ایمان و پر کردن قلب رسول الله بر حکمت و پاکیزه نمودن او صلی الله علیه و سلم از گناه و چرکینی‌ها و بیان این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرج و نیکویی و پیروزی نزدیک است و نصر بر دشمنان هم خیلی قریب است. و همه این برای قصد تسلی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن چیزی که از آزار و اذیت بر دوش او میرسد از کفار و پاک نمودن روح رسول الله صلی الله علیه و سلم، خاطر او صلی الله علیه و سلم، برای خاتمه یافت با ذکر مصطفی صلی الله علیه و سلم بر واجب گرداندن این که این بنده، یعنی که رسول صلی الله علیه و سلم، روح خود را و بدن خود را بر آن واجبی که بر دوش اوست از عبادت الله سبحانه و تعالی روی بیارد، بگرداند. بعد انتها و کامیابی و پیروزی، بعد به اتمام یافتن این رسالتش، شکر از برای الله سبحانه و تعالی از آن نعمتایی که برای او عطا کرد. مناسبت این سوره با سوره قبلیش هنگامی که سوره ضحی بر این قول الله سبحانه و تعالی که فرمود و اما بنعمت ربک فحدث، پس و اما با آن نعمت پروردگارت که بر تو عطا کرد سخن بگوی، این سوره شرح آمد بیانگر آن نعمتایی که الله بر این بنده اش و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرد. و مناسبت این سوره بر آخرش باشد که این سوره مبارکه با ذکر یاد نعمت‌های الله سبحانه و تعالی بر این بنده اش محمد صلی الله علیه و سلم یادآوری می شود که صدرش و قلبش را گشوده گردانید. سپس خاتمه داد این سوره را با تقدیری یکی از بزرگترین سبب‌های کشایش قلبش که آن توحید الله سبحانه و تعالی است و فرمود که و الی ربک فرغب، واسه پروردگارت رغبت کننده باش. از این سوره مبارکه یادآور میشویم که بزرگترین چیزی که قلب بنده بر آن کشایش می‌یابد این توحید الله سبحانه و تعالی است، در حالی که بیشتر از مردم از توحید روی گردون هستند. که لفظ جلاله، لفظ الله در اینجا یک بار ذکر شده است یا که اصلا ذکر نشده است در اینجا، که به صیغه سوالی این سوره آغاز شده است در برگرند به یک بشارت عظیمی بر آن سختی هایی که بر بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، که بعد آن دو آسانی است دیگر. از پی هر سختی آسانی های است. از وحی این آیه های قرآنی که الم نشرح لک صدرک، ای پیامبر آیا سینه تو را ما گشوده نگردانیدیم، که خاص گردانید این قلب را، این صدر را، که محل این صدر قلب محلی حالتهای نفس است، از درک میکردگی ها، از علوم، از علم ها، از مراد. نعمت الله سبحانه و تعالی بر کشایش صدر و وسع کردن آن که قلب هر بنده کشاده شد، نعمت بزرگ الهی بر او عطا گردید که قلب محلی حفظ سیر و اسرار است، محلی هدایت است یا محلی بدبختی و گمراهی. برای همین فرمود و رفعنا لک ذکرک، ما ذکر یاد تو را بالا کردیم. قتاده میگوید که الله سبحانه و تعالی رفع الله ذکره فی الدنیا، الله ذکر پیامبر، یاد پیامبر در این دنیا بالا کرد و الاخره، در آخرت هم، که هیچ خطیب باقی نموند، هیچ بنده از بندگان الله نموند و هیچ صاحب دوست و هیچ نماز
مگر اینکه ندا کرده می شود با این کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. در هر جای، در هر خطبه، در هر اذان، در هر نماز ذکر یاد او بالا برداشته می شود. و سپس فرمود که ان مع العسر یسرا، به درستی که از پی هر دشواری دو آسانی است. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. سختی دو بار تکرار آمد با معرفه که یک حسابیده می شود، اما سبوکی با نکیره آمد، تکرار آمد. میگه از پی یک سختی دو آسانی است. از پی یک سختی دو آسانی است. الم نشرح لك صدرک، ای پیامبر آیا سینه ات رو برای تو، برای مقررات دینی و دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی و جمع خوبی ها نکشادیم؟ الم نشرح لك صدرک. الله میفرماید که الم نشرح لك صدرک، آیا قلب تو رو به سوی خوبی ها، به سوی رضای الله، به سوی توحید نکشادیم؟ آیا قلب تو را با این شریعت الله، با این دین الله و دعوت به سوی الله کشاده نگردانیدیم؟ آیا بر تو مکارم اخلاق را عطا نکردیم؟ تو به سوی الله سبحانه و تعالی، به سوی آخرت روی آوردی. آیا برای تو این خیرات را آسان نکردیم؟ و وضعنا عنک وزرک، آیا باریگران را از پشتت نگرفتیم، بر نداشتیم؟ آیا گناهان را از بالای تو دور نکردیم؟ آیا گناهان تو را محو و نابود نساختیم؟ آیا تو را پاک نکردیم؟ الذی انقض ظهرک، همان باره که پشت تو را وزمین کرده بود، وزنین نموده بود، ثقیل کرده بود. چون الله میفرماید لیغفر لك الله ما تقدم، تا که بی آمرزد الله سبحانه و تعالی بر تو آنچه که از تو گذشته بود، من ذنبک، از آن گناهانی که بود، و ما تأخر، و آنچه که به تأخیر بود. و رفعنا لك ذکرک، و ذکر یاد تو را در این دنیا و آخرت برایت بلند گردانیدیم، بلند نمودیم. و رفعنا لك ذکرک، قدر تو را والا کردیم تا آن درجه که ثنا و ذکر و یاد تو در هر جا گفته می شود، کرده می شود، که برای هیچ خلق این نعمت را ما عطا نکردیم. الله ذکر نمی شود مگر اینکه نام تو ای محمد با همراهی نام الله ذکر یادآوری می شود. حتی در داخل شدن اسلام هم نام تو یاد می شود در آنجا، کلمه شهادتین، در اذان، در اقامت، در خطبه ها و غیر از این امور و غیر از این امرها. ذکر یاد تو را ای پیامبر ما بالا برداشتیم. ذکر یاد تو ای پیامبر در قلب ها همیشه جایگیر است، با محبت، با بزرگداشت، با تعظیم، که برای هیچ کس این ذکر نبود و نشد. این مع العسر یسرا، پس بیگمان که بعد از دشواری آسانی است. فان مع العسر یسرا، بدون شک و تردید که از پی دشواری آسانی است. این مع العسر یسرا، البته که در کنار دشواری دو آسانی است. این بشارت عظیم است، به درستی که هر وقت که دشواری را دید، مشقت را دید، از پشت او نزدیک بر او حتما آسانی است. آسانی در نزدیکی اوست، در قرین اوست. حتی اینکه این دشواری تنگترین خانه را داخل بگردد، البته که از پشت او آسانی داخل می شود. دو آسانی. برای همین الله می فرماید که سیجعل الله بعد عسر یسرا. استغفر الله، استغفر. سيجعل الله بعد عسر یسرا، بزودی الله سبحانه و تعالی بعد دشواری آسانی رو می آورد. و رسول الله فرمود که فإن الفرج مع الكرب، به درستی که آسانی با سختی هاست. و این مع العسر یسرا، به درستی که از پشت هر سختی آسانی است. در حدیث ابن عباس. و تعریف سختی در این دو آیه کریمه که با الف لام آمده است، در برگیرنده یک سختی می نماید. و یسر که آسانی است آمدگی است، نکیره آمدگی است، در برگیرنده دو آسانی است. پس هیچ وقت و هیچگاه سختی آسانی رو مغلوب نمی کند، بلکه آسانی هر سختی که بیاید آن را مغلوب میکند. برای همین الله سبحانه و تعالی بعد این رسولش را و بندگان مؤمنش را امر نمود با شکر و سپاس و ستایش به قیام آن واجباتی که برای این بندگان بر دوش اینهاست، با این نعمتایی که برای آنها عطا کرد. فاذا فرغت فانصب، چون از کاربار دنیا فارغ شدی به عبادت مشغول بشو. اگر کاربار دنیا را تمام کردی، مشغولیت تو به این دنیا دیگه در قلب تو چیز باقی نمیماند. پس تلاش نما در عبادت و دعا و نزدیکی با پروردگارت، و سوی او روی بیار. دیگر اعمال دنیا را که الله برای تو مشرف کرد، آسانی را، سختی ها را گذشتی، پس در حال به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بازگردنده باش. فاذا فرغت فانصب، چون از کاروبار دنیا فارغ شدی به عبادت مشغول شو. و الی ربک فرغب، و سوی پروردگارت روی بیاور. دیگر تنها به سوی او، الی ربک،
نه به سوی هیچ کس دیگری، نه در دعا، نه در نماز، نه در کمک، نه در یاری، نه در توکل. تمام نوعهای عبادت به سوی او باز بگردان، نه برای کسی. فاذا فرغت و الی ربک، تنها به سوی او. فرغب، رغبت کن، بزرگترین رغبت رو به سوی پروردگار داشته باش، چون او پروردگارت اون تو را این نعمت را عطا کرد تا عبادت های تو را قبول نماید و منزلت جایگاه و باششگاه تو را بزرگ نماید. و از زمره و جمله آن کسانی نباش که از آن نعمتی که الله برای تو عطا کرد و آن نعمت را بر تو آسانی کرد، بعد این باز از این عبادت الله سبحانه و تعالی روی گردان باشید و از این بدتر باز غیر الله را عبادت کنی، از بتان، از سنگان، از درختان، از شیخان، از پیامبران، از آنها دعا و کمک یاری بجویی که هلاکت تام، بدبختی تام بس بالای تو بیاید. اگر عبادت خود را به اتمام رسانیدی، از نماز کاملش کردی، با ذکر یاد پروردگار مشغول بگرد و با دعا و سوی پروردگار رغبت کنان باش و از پروردگار آن چیزی که میخواهی سوال نما بپرس، چون تو برای پروردگارت عبادت را کامل کردی و ارزنده است که از او دعا و کمک و یاری طلب نمایی و او سبحانه و تعالی به سوی او رغبت کنی و او آنچه که میخواهی به تو عطا بفرماید. بیان مشروعیت ذکر یاد پروردگار و دعا بعد نمازها. الله اعلم. این است بیان تفسیر سوره شرح و بالله توفیق.